салом донишҷон. Айни ҳол мо дарси 12-ро идома медиҳем. Дар дарси 12 мо дар бораи феълҳо суҳбат хоҳем кард. Яъне аввал бифаҳмонам феъл чи аст. Феъл яъне ҳаракати ашёро мефаҳманд, амал ва ҳаракатро. Яъне мисол чӣ хел? Меравам, мекушоям, мисол мегирам, медиҳам. Ҳамин калимаҳо ё ки мебардорам, ё ки мехонам, ё ки занг мезанам, яъне ягон кор карданро мефаҳмонад. Мисол чӣ кор мекунӣ? Меравӣ. Яъне ҳамин чизро феъл мегӯянд. Яъне ҳаракат ва амали ашёро мефаҳмонад. Акнун феълҳо дар забони англисӣ мисол дар ҳамчун забонҳои дигар дар се ҳолат вохӯрда мешавад, яъне феълҳои тасдиқӣ, феълҳои саволӣ ва феълҳои инкорӣ. Шурӯъ мекунем аз феълҳои тасдиқӣ. Феъл тасдиқӣ гуфта яъне шумо тасдиқ мекунед ягон чиза. Мисол шумо мегӯед ки I take the book. Look at the notebook. یعنی شما تصدیق کردید. شما میگید که I take the notebook. یعنی من دفتر رو میگیرم. شما خودتان گفته ایستادید من دفتر رو میگیرم، یعنی تصدیق کرده ایستادید. دوم شکل یعنی این سوالی میشد. برای سوالی کردن فعل یک چند مقصد کلمه ها هستند. مثال کلمه دو است. همین کلمه در بسیاری موردها اگر از سرشوی جمله بیاد، یعنی جمله رو سوالی میگرداند. چه خیلی؟ اگر من در اینجا مثال بگم که do، خب مثال نویسم do I take the notebook. اینجا علامت سوال میمونه. اکنون ببینید یعنی همین اگر دو رو نگیریم هر دوی همین تصدیقی و سوالی به هم دیگر شبیه هستند، یعنی مانند. یعنی I take the notebook، I take the notebook. وقتی ما سوال دادنیم do I take the notebook، یعنی من دفتر رو میگیرم میگوید. اگر شما برای بجای اینجا شما پرسیده باشید یعنی من نیم، یعنی شما گویید که شما دفتر رو میگیرید do you take میشد you. یعنی do you take دیدید یعنی کلمه دو در سرشوی جمله بیشتر یعنی کلمه ها جمله ها رو با سوالی مبادل میگردونند. do you take the notebook. یکی من مثلا شما گم که تو با هم یاری میدهی do you help me میشد. مثلا do you مثال یعنی تنها you help me نیو do you help me، یعنی ما سوال داده میشیم do استفاده میبریم. دیگرش یعنی برای این کار کردن. اگر من بگم که تو مثال یا که شما دفتر رو نمیگیرید یا که من دفتر رو نمیگیرم، من این خیلی بگم I don't take the notebook. یعنی من میگم که I don't take the notebook، یعنی من دفتر رو نمیگیرم. یعنی کلمه don't معناش خب اینجا چه؟ خب در اینجا بنویسم don't، یعنی معنای این نمیشود. مثال در زبان تاجیکی ما مثال همین نه رو پیش از فعل میمونه. مثال من با مکتب نمیروم، یعنی نمیروم میگیم. در همین زبان انگلیسی هم خیلی است، یعنی شکل اینکوری don't، یعنی کلمه اینکوری don't ما پیش از فعل میمونیم I don't take the notebook، یعنی من دفتر رو نمیگیرم. با همین باز یک چند مثال دیگر میبریم. مثال از من با سه تقسیم میکنم. یعنی در اینجا تصدیقی رو بنویسیم، در اینجا سوال، در اینجا انکار، یعنی تصدیق سوال انکار. انکار یعنی برای گیریم отрицательный.
خب مثال ببینید شما مثال برای تصدیق کردن میگید مثال میگید که من مثال I have a black car I have a black car میگید یعنی معنیش این که من یعنی ماشینی سیاه دارم I have a black car وقتی شما سوال داده باشید یعنی من ماشین سیاه دارم شما میخواید بگید Do I have a black car یعنی سوال داده Do I have a black car یعنی من ماشین سیاه دارم اگر شما گفته باشید نه من ماشین سیاه ندارم شما میخواید بگید I don't have a black car یعنی شما این خیلی بگید شکل تصدیقش I have a black car یعنی من ماشین سیاه دارم سوال داده باشید Do I have a black car من ماشین سیاه دارم اگر شما یعنی رد کرده باشید این کار کرده باشید شما میگید که I don't have a black car به همین خیلی مثال آورده می شود مثال تو به مغازه می روی میخوایم بگیم you go to the market یعنی تو با مغازه می روی یا که تو با بازار می روی You go to the market یعنی تو یا که شما با مغازه می روید اگر همین رو ما سوالی کرده باشیم یعنی همین کفایت است که پیش از همین یک تا دو مونیم یعنی Do you go to the market یعنی دو میمونیم Do you go to the market سوال وقتی شما یعنی دیده استوده سوال دادنی هستین دو یعنی دو میمونیم Do you go to the market یعنی شما با مغازه می روید پرسیده استوده اگر شما بگید که نه شما با مغازه نمی روید یعنی تصدیق نکنید یعنی این کار کنید که رد شما خیلی میگید You بخشش You don't go to the market یعنی شما خیلی بگید You don't go to the market یعنی معناش میشود که شما با مغازه نمی روید شما با مغازه نمی روید میشود یعنی این بودن یعنی یک فرمولایی که شما میتوانید فعل ها رو در شکل تصدیقی یا سوالی و اینکاری استفاده برید اکنون حاضر درباره مقصد خطاب کردن من کمی میفهمونم یعنی خطاب کردن چی معنی دارد یعنی امر کردن یعنی فرمان دادن مثال چی خیلی یعنی فعل های امری میگن در زبان تاجیکی یعنی در فعل های امری چی خیلی است ما مثلا یک کس رو امر میکنیم با مکتب بیرو میگیم تو با مکتب بیرو یا که میگیم پگاه خسته با مغازه رفت مثال پگاه خسته با مغازه رفت یا که امروز مثال به نزد من بیو یعنی امر میکنیم یک کس این جاده مثال در زبان انگلیسی اینا چه خیلی ترتیب داده میشود همین جاینشین رو استفاده نمیبریم همین جا میشود یعنی جمله امری مثال چه خیلی ما اگر بگم که you go to school You go to school معناش میشود شما یعنی شما گفته ایستادم شما با مکتب میروید یا که با مغازه یا که به جای سکول چیزی که میموند شما You go to school شما با مکتب میروید در اینجا این امر نیست ما هم خیلی جمله گفته ایستادیم شما با مکتب میروید
اگر همین رو ما خواهیم امری کنیم فقط یعنی جانشین عموما استفاده نمی‌شود. در همین فعل‌های امری جانشین استفاده نمی‌شود. یعنی ما تاکید می‌کنیم go to school، یعنی خطاب کردیم، تاکید کردیم go to school، با مغازه رو خب با مکتب رو بیرو. یا که مثلا من اگر بگم که برای من یک دفتر خر، یعنی امر کنم، تاکید کنم، مثلا buy a notebook for me. یعنی دیده ایستاده در اینجا یکم خیلی جانشین استفاده نبرده ایستاده. یعنی نه من گفتم نه شما، مثال I buy یا که you buy، هیچ چیز نه، به جانشین استفاده میبریم. یعنی همین میشود فعل‌های امری یا که تاکیدی. buy a notebook for me، یعنی برای من دفتر بخر میشود. یا اینکه مثال شما کسی رو میگید که دیر نمون، مثلا که دیر نکن، شما یعنی به همون شخص خطاب کرده ایستاده لیکن جانشین رو استفاده نمیبرید. شما تمام میگید don't be late. یعنی شما میگید don't be late، یعنی don't be late، یعنی دیر نباش یا که دیر نمون، دیر نکن. یعنی شما امر کردید، خطاب کردید، برای همین جانشین نمیگذارید. یعنی همین قاعده‌اش همین است که یعنی در فعل‌های امری جانشین گذاشته نمی‌شود. یعنی فعل‌های امری به یاری جانشین ساخته می‌شود. اما یک حالت آخر مونده است. فراموش نکنید اگر هر سوالی که شما اوید به درس یعنی تماشا کرده ایستادید پیدا می‌شود، حتما در زیر کامنتار بنویسید، با سوال شما جواب خواهیم گفت. اکنون حاضر درباره یک خب فعل دیگر معلومات بدهیم. یعنی مصدر گفته در زبان تاجیکی ما چی رو میگیم؟ یعنی شکلی، اگر مثلا من عادی کرده فهمونم، ساده کرده فهمونم، شکلی خام فعل رو مصدر میگیم و قانون قاعده خودش داره. یعنی فعل در حالت نامعینی یا در حالت لغوی مصدر نامیده میشود. لیکن این به فکرم کمتر از برای شما فهمیدم از اونی که من بگم فعل خام. یعنی فعل خام چی است؟ من مثلا می‌نویسم کلمه رفتن. یعنی من کلمه رفتن می‌نویسم. شما چی میگید؟ یعنی رفتن چی است؟ مثلا من میروم، تو میروی. یعنی امین در شکل خامش است، رفتن. اگر ما همین پزونیم یعنی استفاده بریم در شخصا. اگر مثلا ما تو گوییم میروی، شما گویه میروید، شما میروید. اگر من گویم میروم میشه، نه مثال من میروم. یعنی شما ببینید همین کلمه رفتن این یعنی تنها در شکل لغوی اش است. وقتی که ما میگیم که مثال وقتی که ما با جانشین ها استفاده میبریم و در جمله ها استفاده میبریم، یعنی رفتن نمیگیم که مثال من رفتم، ما میگیم که من میروم، یعنی من به مکتب میروم، یا که من به مغازه میروم، یا که شما مثال به بازی میروید، یا که تو مثال به میدان میروی، یا که تو به مثال به روسیه میروی. یعنی ما ببینید فرق میکند. یعنی وقتی که این شکل خامیش هست ما همین رفتن میگیم در شکل خامیش. وقتی که ما اینا یعنی اگر عادی کرده فهمونم وقتی که ما میپزانیم یعنی در جمله استفاده میبریم، این ببینید تغییر می‌یابد. یعنی میروی، میرود، یا که میروم، میروید، هر خیل میشود وابسته به همین جانشین. یعنی در زبان انگلیسی فراموش نکنم که یعنی همین کلمه رفتن هم در بعضی جا استفاده میشود، یعنی به همین شکل خامش. در کدام حالت؟ مثلا وقتی شما میگید که من مثال من با مکتب یعنی وقتی که دو فعل یک جا میآید همین جا یک تاش مثال خام میآید، دو تا فعل پخته یک جا نمیآید. من با مکتب مثال میروم، میخواهم نمیگیم که ما رفتن، یعنی همین در شکل خامش استفاده میبریم. رفتن، میخواهم. یعنی شما ببینید
من مثال کلمه یعنی رفتن در اینجا هست نیست. یعنی کلمه رفتن در جمله همه اومده است. یعنی ما گفتن نمیتوانیم که این خام است، این فقط برای لغت است. یعنی در جمله همه آید در بعضی جاهایی که دو فعل یکجان. یعنی ببینید خواستن هم فعل است، رفتن هم فعل است. وقتی که ما در جمله دو فعل رو پیدا همه مونیم، یکی از اونها یعنی به شکل مصدر برگردانده می شود، یعنی به شکل لغویش. من به مکتب رفتن میخواهم. همین چیز هم در زبان انگلیسی هست. یعنی در زبان انگلیسی فعل مصدر با کدام شکل نوشته می شود من می نویسم شما. یعنی فعل یعنی مصدر گفتم و فعل خام میگیم. من در بالا شما را فهموندم. مثال ببینید. یعنی فعل خام یعنی مصدر با پیوندک یعنی تو ساخته می شود. مثال چخیل من کلمه go خالی نمی نویسم، یعنی to go می نویسم. یا که کلمه come آمدن می شود، من to come می نویسم. to come. یا اینکه مثال کلمه شدن open می شود، اگر در شکل لغویش گیریم to open می نویسم. یعنی اگر ترجمه کنیم چیل رفتن، to come آمدن، to open یعنی کشودن. یعنی ببینید چه شد. یعنی ترجمه های اینها وقتی که پیش از همین فعل پیونده که تو آمده ایستاده است، to open, to come, to go، یعنی معنای این دارد که یعنی اینا شکل ترجمه شون در زبان تاجیکی تغییر نمی‌یابد. یعنی همین to open کشودن میشود. در جمله انگلیسی اگر to open بیاد ما باید کشودن ترجمه میکنیم. وقتی که یک جا بیاد اناخی to open یا یکی to come یا یکی to go. یعنی ببینید در زبان تاجیکی این به شکل مصدر نوشته میشود. وقتی که to داشته باشد to go رفتن، to come اومدن، to open کشودن. یعنی اگر من این حال جمله می نویسم، خب یک جمله می نویسم شما ببینید. مثال اگر من بگم که I don't want to open، یعنی پیش از open تو مونده ایستادم. ببینید to open I don't want to open a business. این مثال این دوشنبه میگید. یعنی دوشنبه نام شهر است. ببینید در همین جا یعنی همین to open یک جا آمد. یعنی چه خیلی که در شکل لغوی بود زبان انگلیسی ده. یعنی در همین جا همین خیلی آمد. یعنی در یاد گیرید پیش از فعل اگر تو بیاید فعل در شکل مصدر ترجمه کرده می شود. یعنی در شکل لغوی ترجمه کرده می شود. چی معنی دارد؟ یعنی ما نوشتیم اینجا I don't want to open a business in دوشنبه. یعنی من خب در دوشنبه تجارت اینجا چه شد؟ کشودن. در همین جا وقتی که تو یک جا آمد یعنی من در دوشنبه تجارت کشودن نمیخواهم شد. یعنی من نمیخوام، یعنی در دوشنبه تجارت کشودن نمیخواهم. یعنی ببینید که وقتی که تو اوپن اومد ما همین کشودن میگیم، یعنی پر را کشودن میگیم. همون شکل لغویش ده. یعنی من نمیکشم در دوشنبه بیزنس نمیخواهم میخوام. من در دوشنبه بیزنس کشودن نمیخواهم یا تجارت کشودن نمیخواهم. I don't want to open a business in دوشنبه. دیگرش مثال اگر خب اینجا پاک میکنم. هر وقت که شما برای یگان چیز رو نوشته گرفتن میتونید در یعنی پاوز مونید ویدیو رو و نوشته گیرید. مثل کلمه have داشتن اگر من بگم که I have a notebook یعنی من دفتر دارم، یا که I have a Mercedes Benz یعنی من مرسدس بنز دارم. اگر من بگم که من مثل فراری داشتن میخواهم یا اینکه من مثل تراکتور داشته یا که عموما داشتن بگیم، یعنی داشتن این علاقه شکل لغوی میشود که داشتن. ما در اینجا یعنی پیش از همون have to میمونیم. چخیل
мисол ёки дӯсти манро истифода мебарем ёки my father. My father ин падари ман мешавад. My father. My father wants пеш аз have to мемонем. To have. My father wants to have so a red car yoki a blue car. A blue car. یعنی ببینید در اینجا چی بشود. برای چی ما want ما نه برای اینکه my father این یک شخص سیومی تنها است یعنی یک نفر است. ما این خیلی میگیم my father wants to have a blue car. یعنی پدر من ماشین کبود داشتن میخواهد. یعنی اینجا have مثال میشود که مثال اگر ما بگیم we have معناش میشود ما داریم. لیکن اگر همین to have در جمله که آید معناش همین داشتن یعنی به شکل لغوی میشود. پدر من ماشین کبود داشتن میخواهد. خب یعنی به همین ساخت به همین شکل یعنی فعل ها ساخته میشوند. این بود امروز در درس 12 معلومات ها درباره استفاده و ترتیب دادن فعل ها. باور دارم که با همین موضوع امروزه برای شما کمی فهمیده توانستم. اگر حتما یک سوال باشد میتونید در زیر کامنتر بنویسید من باز روشنی میاندازم. خب تا درس دیگر